هر کسی که پرزیدنت ازبکستان می شود باید تواند که در مقابل گروه‌های شورشی جهادی عمل کند. جنگیان زیاد ازبک با صف‌های گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق پیوسته اینچنین در قطار طالبان در افغانستان می جنگند. ازبکستانی ها را اینچنین در صف‌های گروه‌های مذهبی افراطی در روسیه و چین هم دیدن ممکن است که ضد حکومت رسمی پکین می جنگند. رهبر سابقه‌دار ازبکستان اسلام کریموف که هفته گذشته در پی خونروی مغزی درگذشت هنوز در آغاز سالهای 90 با گروه‌های اسلامی جنگ اعلام کرد. با اینکه بعد درگذشت کریموف نخست وزیر شوکت میرزیویف مسئولیت رهبری این کشور را به عهده گرفت، هنوز معلوم نیست که توانی او و نیروهای امنیتیش برای مقابله با گروه‌های اسلامی تا کجا موفق خواهد بود. از میان جنگیان اسلامی ازبکستان تا حال هیچ نفر به حیث یک چهره باریزی از خود درک نداده است. در میان لیدران از کشورهای روسیه، عراق، تونس و اروپای غربی جنگیان ازبک بیشتر نقش جنگیان قطاری را اجرا میکنند. ولی صحبت‌های خبرگزاری رویترز با مقامات امنیتی جنگیان و اعضای عائله‌شان ثابت میکند که هزارها جنگیان ازبک تجربه شرکت در جنگ‌های واقعی را داشته در تماس با گروه‌های جهادی دیگر هم توانا شدند. این جنگیان مقامات ازبکستان را طاغوت مینامند، اصطلاحی که برای تصویر پرستش شاه به جای خدا در زمان جاهلیه به کار می‌رفت. در گزارش سال گذشته‌اش سازمان گروه بین‌المللی بحران‌ها نوشته بود که در صورت بازگشت این جنگیان وضع آسیای مرکزی بی‌ثبات می‌شود. در آسیای مرکزی وادی فرغانه منطقه سرجمعیت جایگیر در ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان را گهواره عقیده‌های افراطی مذهبی مینامند. عبدالرسول یلداشوف ازبک‌تبار 57 ساله از خانه‌اش در اوش قرقیزستان قصه به سوریه رفتن سابق همسر و پسرش و 2 دخترش را نقل می‌کند. او میگوید وقتی در روسیه بود این اتفاق افتاد. پسر 19 سالش محمد اسلام با گروه دولت اسلامی پیوست. روز نفر ناشناس به تلفنم زنگ زد و به عربی چیزی مثل این گفت: مبارک شود، پسر شما شهید شد. من در پاسخ داد زدم و دشنامش دادم. بعدتر آنها باز زنگ زدند، گفتند تو کافر. بعدتر من پرسیدم که این همه چی معنا دارد. آنها گفتند که پسرت کشته شده است، ولی من تا هنوز به مرگ او باور ندارم. ملاحت محمد زیویوی 41 ساله یک زن ازبک‌تبار دیگری ساکن اوش هم روز 9 ایول سال گذشته درباره مرگ پسرش نور محمد تلفنی خبردار شد. روزی به من یک مرد جوان زنگ زد. وی پرسید که من مادر نور محمد هستم. گفتم بله. بعدا این مرد گفت که پسر من شهید شد، کشته شد. احوالم یک بار بد شد. بعدش چی شد یاد ندارم. بعد آنها باز به من زنگ زدند. هیچ نفهمیدم که چی بود و چی شد. خودی ملاحت میگوید که پسرش به شهر روسی ولادیوستوک برای کار در ساختمان رفت و نوامبر سال 2014 زنگ زد و گفت که نیت دارد برای کار به یک منطقه دورتری دیگری روسیه رود، ولی مارت سال 2015 از سوریه زنگ زد. چند بعد این مادر خبری کشته شدن پسرش را دریافت کرد. جنگیان ازبک‌تبار در هیئت گروه‌های جنگی در افغانستان و بخش‌های از پاکستان خیلی فعالند. این چیز در فهرست جنگیان مورد پیگرد بین‌المللی سازمان ملل متحد نیست نوشته شده است. مقامات امنیتی میگویند که جنگیان ازبک اینچنین با گروه‌های جنگی اویغورتبار چین که ضد حکومت رسمی پکین می‌جنگند همراه شدند. یک حمله مرگ‌طلبی بمبگذاری به سفارت چین در بیشکک آخر ماه اوگوست از جانب گروه‌های اویغوری انجام و با کمک چند جنگی ازبک‌تبار تشکیل شده است، گفت خدمات امنیتی قرقیزستان. یک جنگی سابق روز گفته است که جنگیان ازبک در سوریه در هیئت واحدهای جداگانه می‌جنگند. سال گذشته یک مقام امنیتی اوش گفت که چند نفری را با اتهام شرکت در جنگ‌های سوریه بازداشت کردند. رئیس پلیس اوش گفت که سال 2016 در مجموع 16 نفر به هنگام کوشش سفر به سوریه بازداشت شدند. در یک نوار ویدیویی بازپرسی جنگی برگشته به اوش که برای خبرگزاری رویترز هم دسترس شده است، این مرد میگوید اکتبر سال 2013 به سوریه رفت و 3 ماه بعدی در هیئت جبهه نصره جنگید و بعداً به القاعده پیوست. این مرد بعداً با امر تشکیل حمله های تروریستی به آسیای مرکزی رفت.
маълум нест ки оё ин эътирофҳо дар шароити пушти панҷара гирифта шудааст ё на. ҳеҷ шаҳодати ин вуҷуд надорад ки ҷангиёни ӯзбак нияти тарки сурияву афғонистонро дошта бошанду баъдан бо мақсади ташкили ҳамлаҳо дар ӯзбакистон ба ин кишвар баргарданд, вале баъди дар қаламравҳои сурияву ироқ танг шудани мавқеи онҳо мусалламан эҳтимоли бозгашти онҳо зиёд мешавад ва ин масъала баъдан мояи нигаронии ҳукумат ва давлатҳои хориҷӣ хоҳад шуд.